بیشتر به تازگی اعتبار میدن. خانه ها را میبرن، تازه میکنن، کورپاچه ها را برآورده در بیرون یعنی در آفتاب میگذارن، آنها را میافشونن و اینچنین دیگه همون لالی و کاسه هایی که پیاله هایی که شکسته است آنها را برده به جای مخصوص میپرتاین، چون که باید در نوروز همه جا تازه باشد. حتی همون جویبار هایی که در نزد حولی ها هست، بیرون از خانه ها هست، آن را تازه میکنن. مردم یعنی میدونن که با آمدی بهار، یعنی وقتی که بهار می آید، وقتی کشت و کار آغاز می شود، وقتی سرسبزی و رنگارنگی آغاز می شود، فکر میکنم که در چهره هر یک همین روز در همین ایدگاه بوده هایم یک زیبایی، یک رنگارنگی، یک شکوفایی را دیده میتونم. شماره ساکنان که در تنتنه‌های نوروز شرکت ورزیدند خیلی زیاد است و این بازگویی آن میباشد که احیای عنعنه‌های ملی را اهالی خوش میپذیرد. جشن نوروز امروز قدوم خود را به کشور ما گذاشته است. همه جوانان و دختران با پوشیدن لباس ملی خود چقدر طبیعت را باز هم زیباتر می‌گردانند. اهل فرهنگ و هنر با استقبال از احیای سنت‌های نیاگان که در زمان صاحب استقلالی مملکت به دست آمده است فعالانه اشتراک کردند. زنان و بانوان ما خیلی زنان با هنرند و در اینجا آنها وقتی که صحنه می آرایند و آراستن دسترخوان ایدانه سر میکنند، حتی از خوراک‌های ملی آش توپه، دلده خوب استفاده میبرند و آن را تیار میکنند و آن را به مردم پیشکش میکنند. و دیگر سنت‌های نوروزی این حتی در حد جمشید هم بود، پیش از همه تازه کردن و آباد کردن خود خانه و بیرون از خانه های خود می باشد. لباس نو می پوشند، دلها را از کینه پاک می کنند، چون که می خواهند که در سال نو همیشه خرسند باشند. هر جا که سفر کردم، چکم را به بر کردم، سیری باغ و گلستان یک باری دیگر کردم. چشمی همه بسویم، رنگ گلها برویم، گل دوزی کلاب است. به دختران میگویم کورتای چکن را بین، کورتای چمن را بین، در همه فصلها گلهای بهاری وطن را بین. با نظر داشت آنکه این جشن مردمی در گذشته به طور وسیع رواج داشت، امروز این عنعنه‌های خاص خود را در ناحیه فیض‌آباد از نو پیدا نمود. خونیاگران و آوازخوانان مهارت سازندگی و نوازندگی و سرودخوانی خود را نشان داده، چاره‌بینی را به بزم‌های حقیقی فرا خوشحالی و شکرگزاری از فضای آسوده وطن تبدیل دادند.